این بار میخوام فقط با کریستال و منیل شکسته یه حاشیه دوزی روی آستین عبا بدوزم، چون چند روز پیش یکی از شما این پیام رو برای من فرستاد و منم تصمیم گرفتم این حاشیه دوزی رو روی آستین عبا انجام بدم. اول یه ردیف با 5 تا منیل شکسته ساق دوزی انجام دادم، بعد با 2 تا کریستال سایز 6 و 4 ممتد دوزی انجام دادم. آموزش کامل این دوختای اولیه رو تو مینی دوره رایگان کامل آموزش دادم. اگه هنوز دوره رایگان منو نداری، کلمه رایگان رو کامنت کن تا لینک کانال واسط ارسال بشه. بعد اینکه ممتد دوزی رو انجام دادم، سوزن رو میارم از کریستال های سایز 4 رد میکنم، 3 تا دونه کریستال برمیدارم و دوباره از کریستال رد میکنم، میرم داخل پارچه و از کنار این کریستال بالایی در میام تا اینو بدوزم روی پارچه و محکم فیکس بشه. میتونین روی همه کریستال های سایز 4 این دوخت رو انجام بدین، یا نه میتونین به صورت 1/1. الان اینجا من به صورت 1/1 انجام دادم، یعنی یه دونه رو انجام ندادم، بعدی رو انجام دادم. بازم 3 تا دونه کریستال برداشتم و این دوخت رو دوباره تکرار کردم. این دوخت رو تا آخر ادامه میدیم. اگه دوست دارین حاشیه‌تون شلوغ‌تر باشه، میتونین بین کریستال ها سنگ هم بدوزین. اگه دوست داری 50 مدل حاشیه دوزی فاخر بهت یاد بدم، میتونی امروز تو دوره حاشیه دوزی شرکت کنی و با تخفیف 60% این دوره رو دریافت کنی.